سلام بچه‌ها، من هر سال به این روش برنامه‌ریزی انجام میدم و یه روش ساده و جامع هست. گفتم برای شما هم بذارم که اگر دنبال یه راه ساده برای برنامه‌ریزی هستین ازش استفاده کنید. مواد لازم: پلنر جدید، ترجیحاً پلنر قبلیتون و خودکار و هر جزئیاتی که دوست دارین. اول از همه یک بار پلنر پارسالتون رو چک کنین، اهدافتون رو ببینین، کم و کاستی ها رو تو ذهنتون داشته باشین و سعی کنین امسال اونها رو برطرف کنین. برنامه‌ریزیمو به قسمت‌های سالانه، ماهانه، هفتگی و روزانه تقسیم می‌کنم. قدم اول برنامه‌ریزی سالانه. اهدافمو در طول یک سال به چند بخش تقسیم می‌کنم: رشد و توسعه فردی، شغل و حرفه، سلامت جسم و روح، معنویات، مادیات و تفریح و سرگرمی. برای هر کدومم مثالایی میزنم. برای رشد و توسعه فردی امسال سعی دارم عکاسی و ویدیوگرافی آموزش ببینم، زبانمو با یوتیوب تقویت کنم و هفته یک دونه پادکست گوش بدم. این تعدادو برای خودتون مشخص کنین تا بتونین حداقل تعدادو انجام بدین. برای حرفه و شغل مثلا پیج کاریمو به 10K برسونم یا توی فلان آزمون موفق بشم، فلان مرحله شغلی رو طی کنم. تو حوزه سلامت مثلا روزانه روتین پوستیمو انجام بدم، 80% تغذیه سالم داشته باشم، هفته 2 روز ورزش کنم یا پیاده روی برم. برای معنویات مثلا تا مدت 20 روز روزهای غذامو بگیرم و یا تا یه مدت معینی نمازهای غذامو بخونم. برای مادیات مثلا امسال حتما فلان مدل گوشی رو بخرم، فلان مدل تبلت رو بخرم و یا فلان مبلغ رو تا آخر سال پس انداز کنم. و برای تفریح هفته یک دونه فیلم ببینم که تا آخر سال میشه 48 فیلم. حتما توی امسال یک سفر خانوادگی و یا یک سفر دوستانه برم و یا مثلا ماهی یک بار به طبیعت برم. بخش هدفمندی سالانه تموم شد. یه کار مهمی که امسال انجام دادم انتخاب کلمه سال بود. شما هم میتونین از لیست کلماتی که براتون مینویسم یک کلمه رو برای امسالتون انتخاب کنید. یعنی امسال قرار تصمیمات شما در راستای این کلمه باشه. هر وقت از مسیر زندگی منحرف شدین و یا نیاز بود یه تصمیم مهمی بگیرین، به کلمه مورد نظر فکر میکنین. مثلا من امسال کلمه جسارت رو انتخاب میکنم و یعنی میخوام آدم جسورتری برای رسیدن به خواسته ها و ریسک کردن در زندگی و حتی نگفتن به حرف ها و مسائلی که دوست ندارم باشم. یه بخش دیگه که امسال به پلنرم اضافه کردم این هست: تمرکز امسال. 3 تا موضوع رو مشخص کنین و امسال حتما روش تمرکز کنین. این باعث میشه از خودتون انتظار بیجا نداشته باشین که توی یک سال بخواین به همه چیزایی که دوست دارین برسید. 3 تمرکز امسال من بدن و تغذیه سالم، سلامت روح و روان و پیشرفت شغلی هست. قسمت بعدی پلنرم عادت‌های امسال من. میخوام 2 تا عادت جدید رو که قبلا دست و پا شکسته انجام میدادم بیشتر روشون تمرکز کنم و توی یک سال از انجامشون لذت ببرم. اولی شکرگزاری روزانه، چون شدیداً احساس میکنم این روزها نیاز به جز فکر کردن به نداشته هامون کمی به داشته هامون فکر کنیم و شاکر خدا باشیم. و دومی مطالعه غیر درسی، چون دیگه اخیراً اکثر مطالعه هام درسی شده. این یک نمای کلی از پلنر و اهداف سالانه من هست. در مرحله بعد اهداف و کارهایی که نوشتم رو به صورت ماهانه و روزانه با جزئیات تقسیم بندی میکنم. مثلا قرار این ماه این مقدار از کارهایی که نوشتم رو انجام بدم و روزانه حتما تو دو لیست دارم. راستی خرج‌های ماهانه‌مو هم آخر هر ماه مینویسم و این خیلی کمک میکنه به مدیریت کردن درآمد و پس اندازم. 2 تا عادتی هم که راجع بهشون گفتم و روزانه حتما توی تو دو لیستم تیک میزنم. این شکلی برنامه کلی از سالانه تا روزانه دارم. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه.